این آدم آهنی بامزه جناب کازموس و برخلاف ظاهر ساده‌اش هم تکنولوژی به کار رفته در ساخت او پیچیده است و هم شخصیت و منش رفتاریش. کازمو هم پازل بلد است و میتواند شما را در بازی‌های کامپیوتری شکست دهد و هم به سرعت خصوصیت شخصیتی شما را تشخیص داده و مطابق آن واکنش نشان میدهد. در فیلم‌ها خیلی اتفاقات به صورت اتوماتیک پیش می‌آید و تکنولوژی به کار رفته در ساخت کازمو او را قادر می‌کند که بتواند خود را با شرایط پیش‌بینی نشده تطبیق داده و یک واکنش عاطفی طبیعی نشان دهد. تکنولوژی هوش مصنوعی و نرم افزار مخصوصی که در ساخت کازمو به کار رفته بر اساس الگوریتم و تجزیه و تحلیل واکنش‌های انسانی از جمله شادی، هیجان و خشم ساخته شده است. علاوه بر این یک سیستم مجهز دیداری، شنیداری، تمام اطلاعات محیط اطراف و صورت فرد روبرو را به مرکز کنترل سیستم عامل کازمو منتقل می‌کند. این نرم افزار کامپیوتری بیان حالت‌های مختلف را در چهره تشخیص می‌دهد و از روی خطوط صورت متوجه می‌شود که فرد روبرو خوشحال است، عصبانی است یا متعجب و هیجان زده. و ما قرار است به زودی کازمو را در یکی از فیلم‌های هالیوودی در حال ایفای نقش ببینیم. سازندگان کازمو میگویند این یک ربات کوچک نه فقط یک فسقلی بامزه است، بلکه موجود بسیار با شخصیتی است و به زودی مدل‌هایی از آن که شبیه حیوانات خانگی است با قیمت مناسب برای فروش عرضه می‌شود.